ترفندهای کاربردی رو اگر الان یاد نگیری باقی عمرت بر فناست. همیشه کاسه ها رو در بشقاب بچین و بپیچ، اینطوری ثابت و مرتب میمونه و کمتر جا میگیره. قبل ناخن گرفتن دو طرف ناخنگیر رو چسب نواری بچسبون تا موقع استفاده ناخن‌ها پرتاب و گم نشن. هیچ میدونستی فقط با کشیدن اون سر نخی که به 2 تا جوراب دوغ زدن به راحتی بدون کشتی و درگیری میتونی جوراب رو از هم جدا کنی؟ حلقه روی روغن مایه رو دور ننداز، اونو برعکس روی دهانه بطری بذار، اینطوری ریختنش راحت‌تر و جایی رو کثیف نمیکنه. میگوی تازه رو در بطری پر از آب قرار بده و داخل یخچال بذار تا 1 ساعت داخل یخچال تازه میمونه. زیر صابون در پوش بطری بذار، اینجوری ضد آب میشه و راحت‌تر برداشته میشه و از دستت سر نمیخوره. گوجه رو سیخ بزن و روی حرارت گاز بگیر تا پوستش راحت و سریع کنده شه. قاشق رو به شکل وارونه لبه بطری بذار، کار قیف رو میکنه. اینجوری موقع ریختن دیگه بیرون نمیریزه. بین در و قابلمه خلال دندون بذار تا موقع آبکشی رشته‌های ماکارونی بیرون نریزه. شیارهای بخارپز رو به پایین بذار تا بخار خارج شه و به غذا نچسبه. من جای تو باشم این پیج رو هیچ وقت گم نمی‌کنم. اگه حتی یه دونه از این ترفندا واسه جالب و کاربردی بود 3 تا قلب من توی کامنت یادت نره.